درود بر شما، وقت بخیر و شادی. امیدوارم عالی باشید. 37مین نمایشگاه بین‌المللی هدایای تبلیغاتی استانبول در مرکز نمایشگاه IFM در حال برگزاری هست. میریم وارد سالن میشیم. 37 دوره نمایشگاه برگزار شده، پس نمایشگاه کوچیکی نیست. از نظر تعداد سالن ها کوچیکه، یه سالن بیشتر نیست. سالن یک نمایشگاه IFM هست، همزمان با نمایشگاه تکستیل هست، نمایشگاه شلوغی هست. اون نمایشگاه، این نمایشگاه هم سالهای پیش من آمده بودم، ولی امسال یه حال هوای دیگه ای داره. با ما همراه باشین، توی این سالن میچرخیم. امیدوارم که از این گزارش لذت ببرید. به قول انگلیسی‌ها لیتس گو و به قول ترک‌ها هادی باکالی. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید یه سالن بیشتر نیست، سالن یک مرکز نمایشگاه IFM، اما تعداد غرفه‌ها زیاد هست. تراکم سالن کامل هست. بریم وارد سالن بشیم، با من همراه باشید. نمایشگاه شلوغی هست. سالهای گذشته واقعیت اینقدر من استقبال ندیده بودم. بعضی محصولات اصلا تاریخ مصرف ندارن ظاهرا. ببینید خودکار همیشه بازار خودشو داشته. خودکار تبلیغاتی خیلی جالبه. حالا من ایران بودم همیشه برام یه چالش بود، البته برمیگرده به حداقل 10 سال پیش. کیفیت چاپ اینا رو ببینید. دوستانی که تو این صنعت فعال هستن میتونن تایید بکنن یا ببینید فونتا رو در چه حد ریز میتونن چاپش رو خوب در بیارن و چند رنگ. کاری که این مقدار جدیدتر هست من ویدیو میگیرم. البته به چشم من جدید هست، مطمئنا دوستانی که فعالتر هستن جدید نخواهد بود براشون. بعضی از این هدایای تبلیغاتی هست ترند میشه. بعدش بخیر زمان کرونا اینا چقدر ترند شده بود. لوگو رو میذاشتن، دستمال مرطوب هست دیگه، فشار میدی و دستمال خارج میشه، بزرگ میشه، قشنگه. اینا باز ببینید کیفیت چاپو قشنگ کار میکنن. یادش بخیر. الان ببین چه استفاده‌ای دارن ازش میکنن. مرحبا. این تغییری نمیکنه. البته این چرا تغییر؟ این غرفه ببینید چه کار قشنگ کرده. پاکن تخصصی داره، پاکن تولید میکنن و با توجه به لوگوی شما میتونه برای شما خاصش بکنه. نمایش محصولا ببینید چقدر قشنگ کار کرده. پاکتارو عرض کردم واقعا نمایشگاه شلوغی هست. بیرون افتضاح، جای پارک اصلا نمیشد پیدا کرد. حالا شما در نظر بگیرید همچین فضایی برای در واقع بی تو بی اریا، فضایی برای میتینگ جلسات هماهنگ شده است. این
کارهای قشنگ برگزار کننده است دیگه. این شکلی نمایشگاه رو بهش ارج و قرب میدن. هر کسب و کاری که میخواین کار بکنید و شروع کنید، از من یه توصیه به شما: تخصصی کار کنید، اما در جای بزرگ، در مارکت بزرگ. اینجا رو ببین، فقط داره این محصول رو ارائه میکنه. ماشینالات مرتبط با هدایای تبلیغاتی هم توی نمایشگاه میتونید ببینید و پیدا کنید. چاپ روی تیشرت هست، چاپ های حرارتی. بارها تو نمایشگاه‌های مختلف ما پرچم دیدیم، ولی اینجا نحوه نمایشش قشنگ بود. خب امیدوارم از این گزارش لذت برده باشید. ما سعی می‌کنیم هر چند وقتی کار یکی از نمایشگاه‌های استانبول رو به این شکل خدمت دوستان معرفی کنیم. خوشحال میشیم این کانال رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله هم بزنید. اگر به محتواهای مرتبط با موفقیت در نمایشگاه‌ها علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنم وبسایت ما به نشانی alaritybigboli.com رو هم از دست ندید. کسب و کارتون خوب باشه و تنتون ساز برند باشید.